تصمیم گرفتم که برگردم روی یوتیوب و راجع به زندگی خودم یه سری آپدیت رو ثبت کنم و دلیل اینکه تصمیم گرفتم این کار رو بکنم اینه که بعضی از آدما توی این دنیا دارن زندگی میکنن که به اندازه‌ای خودخواه و دیوانن که فکر میکنن که داستان زندگیشون با جزئیات میتونه برای بقیه جالب باشه و من دلم میخواد یکی از همین آدما باشم، به خاطر اینکه این آدم ها در نهایت به کیم کارداشیان یا داستایوفسکی تبدیل میشن و فکر میکنن چیزایی که توی ذهنشونه حتما باید بیاد بیرون و توی دنیا قرار بگیره و وقتی هم که واقعا توی دنیا اون چیز قرار میگیره از اون ذهنشون میاد بیرون، واقعا تبدیل به یا آثار ادبی خیلی خیلی جالبی میشه یا اینکه تبدیل به $1 میلیارد سرمایه میشه. و من تصمیم گرفتم که این کار رو امتحان بکنم و فکر نمی‌کنم که زندگی خیلی بورینگی داشته باشم و شاید بتونه برای بعضیا الهام بخش باشه یه سری از کاری که من امتحان میکنم یا یه سری ریویوهایی که راجع به کارهایی که میکنم میدم. اول چیزی که دوست دارم راجعش صحبت بکنم اینه که من تختخ امتحان کردم. تختخ یا تارتار رو من توی ویش لیست دسامبرم نوشته بودم، گذاشتم روی یوتیوب و تصمیم گرفتم هر طور که شده خودم رو به این میکرو آرزوم برسونم. یکی از چیزایی که وجود داره اینه که من همیشه برای خودم یه سری میکرو آرزو در نظر میگیرم که رسیدن بهشون خیلی راحته. یعنی شما با یه هزینه کوچولو یا یه قدم کوچولو میتونی به اونا برسی و اینطوری باعث میشه که شما به آرزو کردن اعتماد بیشتری داشته باشی، یعنی به اینکه خودت میتونی به آرزوهات برسونی. مثل این میمونه که مثلا شما میخوای رژیم بگیری، بعد وقتی که یه هفته رژیم میگیری نه 1 سال، اعتمادت به خودت زیاد میشه که من میتونم رژیم بگیرم. و وقتی که یه سری میکرو آرزوهایی که خیلی قابل دسترس هستن رو برای خودت ست میکنی و خودت رو بهشون میرسونی، به خودت این اعتماد رو پیدا میکنی که من میتونم خودم رو به آرزوهام برسونم. چون مغز اینطوری کار میکنه، مغز معمولا دروغ رو نمیپذیره ولی واقعیت های نصف نیمه رو میپذیره. یا مثلا وقتی که میخوام از خودم تعریف کنم، یعنی یک ویژگی رو میخوام توی خودم تقویت بکنم، اول میام شروع میکنم چند تا از ویژگی‌های خوبی که دارم و با اون ویژگی‌هایی که میخوام داشته باشم مخلوط کردن و اینطوری مغزم فکر میکنه که اوکی، اگر که یه سری واقعیت‌ها اگه توی این چیزی که داره به من میگه یه سریاش واقعیته، شاید بقیه‌اش هم واقعیت باشه. و معمولا دروغگوهای حرفه‌ای هم همین کار رو میکنن. اینو باید حواسمون باشه که دروغگوهای حرفه‌ای معمولا بخشی از حرفاشون حقیقته و برای اونها سند میارن و اینطور باعث میشن که شما فکر کنید که کل حرفاشون واقعیته. و اگر که ما بخوایم این قوه دروغگویی رو کانال بکنیم به سمتی که برامون مفید باشه، فکر میکنم میتونیم به خودمون یه سری دروغ بگیم که اگر که من تونستم خودم رو به تختخ برسونم یا به تارتار، احتمال اینکه شاید بتونم خودم رو به آرزوهای بزرگترم برسونم زیاده. یعنی اینطوری که من این توانایی رو دارم. ببین یه چیزی آرزو کردیم، سریع بهش رسیدیم، پس بقیه‌اش هم میشه. فکر می‌کنم اینطوری میشه. و این بود نتیجه گیری من از امتحان کردن تارتار. اگه راجع به خود غذا بخوام صحبت بکنم، واقعا مزه خاصی نداشت. یعنی اولین بار بود که می‌خوردمش و روز تولدم سعی کردم که امتحانش بکنم. گوشت خامیه که میتونه با خاویار یا با ترتوفو که یه مدل قارچه فکر میکنم تزیین بشه. مزهش واقعا بی‌مزه است، یعنی مزه گوشت خام میده ولی اونقدر بد نیست. یعنی من فکر کنم از 10 بهش 5 بدم. واقعا اونقدر بد نیست، عالی هم نیست. من در نهایت یه ذره از مزهش خسته شدم و اون مقداری که بهتون میدن معمولا کافیه، چون بعد از یه ذره خوردن مزهش دلتون رو میزنه. و من با یه مقدار سرکه بالزامیک و نون تونستم تمومش کنم. مطمئنم که این شیوه درست خوردنش نیست ولی فکر میکنم که در نهایت تونستم بخورمش. اونقدرم ازش بدم نیومد، شاید به خاطر مغذی بودنش باز هم جاهای دیگه سفارشش بدم. یعنی که کلا رستورانایی که تارتار دارن رستورانایی هستن که خوندن منوهاشون سخته و اگر من ببینم که اون منو سخته و تارتار تنها چیزیه که توی منو میشناسم، احتمال اینکه دوباره تارتار سفارش بدم زیاده. دومین لایف آپدیتی که دوست دارم بدم اینه که بعضی وقتا من خیلی خوش شانس میشم و معمولا وقتی که یه ویژنی دارم، یه تصمیم گیری زیبایی شناسانه برای زندگی میکنم، مثلا اینکه استایلمو عوض کنم یا بهترش بکنم یا به یه سمت خاصی ببرمش، همه چیز سر راه من قرار میگیره. و من جدیداً خیلی عاشق استایل اتنیک یا قومی شدم و نه فقط قومی که خودم ازش هستم و نه فقط ایران، بلکه کلا چیزی که از
یک قومی میاد و برای اون قوم یه داستانی داره و یه بازاری هست که پنجشنبه ها توی شهر من برگزار میشه که شما میتونید یه سری چیزهای 1 یورویی یا حتی 50 سنتی توی این بازار پیدا بکنید و یکی از چیزهایی که من توش پیدا کردم چرچز اسلیپر یا فکر میکنم میشه دمپایی های کلیسایی یا شاید مثل برندش کلیساست که اینا معمولا توی سایت بالای 200 یورو تا 500 یورو هست ولی من اونو فقط 1 یورو خریدم و فکر میکنم که یه دستبندی خریدم از هند داره میاد که روی اتسی خریدمش. فکر میکنم که اگر ترکیبش بکنم با اون و دستبنده رو دور پام ببندم و اون کفش رو بپوشم به یه افکت خیلی قومی اتنیک سنتی خواهم رسید که خیلی هم جدیده و از کامفورت زون من، از اون حاشیه امن من هم خیلی دوره و حالا ممکنه فقط واسه یه عکس گرفتن باشه یا فقط برای این باشه که استتیکی که توی مغزم هست رو توی جهان بیرون ثبت بکنم، ولی تصمیم گرفتم که این دوتا رو با هم دیگه ترکیب بکنم و از ترکیبش حتما روی اینستاگرام عکس میذارم. ولی اینکه من تونستم یه کفش 200 تا 500 یورویی رو 1 یورو بخرم واقعا منو به زندگی امیدوار میکنه. سومین لایف آپدیت هم فکر میکنم عجیب ترینش باشه ولی بازم من براش کلی داستان توی ذهنم چیدم، مثل کاری که یه آدم روانی میکنه که برای همه چیز برای خودش داستان درست میکنه و خودشو توجیه میکنه. همه چیز از گیلتی پلژر شروع شد. بعد بگم که من گیلتی پلژر ندارم، یعنی اگر که توی یک چیزی پلژر یا لذتی پیدا بکنم اصلا راجبش احساس گناه نمی کنم یا احساس شرم و خجالت نمی کنم و این به نظر من کار آدم‌های مذهبی افراطی باید باشه که توی لذت گیلت یا گناه رو جستجو میکنن. من از چیزی که لذت ببرم ازش شرمگین نیستم که البته خب این میتونه به سمت‌های ناسالمی هم بره، ولی من دارم درباره یه سریال صحبت میکنم که احتمالاً هممون وقتی بچه بودیم دیدیم و اینکه شما اگر پست‌های اسلایدی من رو روی اینستاگرام فالو کرده باشید دیدید که من داشتم سریال یوسف پیامبر رو میدیدم. من تا حالا تو زندگیم چند بار این سریال رو از اول نگاه کردم و از قسمت اولش تا قسمت آخرش برای من الهام بخشه و هر دفعه یه چیز جدیدی از این سریال یاد میگیرم. اول اینکه من فکر میکنم اولین بار که این سریال رو دیده بودم قسمت اول یا دومش قبل از اینکه در واقع داستان خود یوسف شروع بشه و هنوز داستان یعقوب پدرش بود، من یادم میاد که با الهه اوروک ایشتار یا ایشر آشنا شدم توی این فیلم و اون زمان که راجبش تحقیق کرده بودم انقدری بهش احساس نزدیکی نمی کردم چون که قبلا کلمه ها فقط برای من کلمه بودن که من باید حفظشون می کردم، ولی الان کلمه ها برای من بار معنایی بیشتری دارن. نمیدونم، شاید به خاطر اینه که خب سنم رفته بالا یا اینکه شاید الان دارم مطالب رو خیلی مفهومی تر سعی میکنم که یاد بگیرم، چون قبلا رو کرده من به هنر، تاریخ هنر و یادگیری این بودش که من یه سری عددا رو حفظ کنم، یه سری اسما رو حفظ بکنم، ولی الان خیلی بیشتر به مفهوم فکر میکنم و وقتی به مفهوم چیزها فکر میکنم راحت‌تر میتونم اونا رو درونی سازی کنم و بعداً ازشون استفاده بکنم توی کارهای خودم. و یادم میاد که ایشار اون موقع هم الهه فکر میکنم باروری بود و هم ویرانگری و من با ایشتار آشنا شدم، فهمیدم الهه اوروکه، فهمیدم که الهه شهوت و روابط جنسی و عشق و همه این هاست و تو ذهنم بود. بعد از چند سال من کاملا ایشتار رو فراموش کرده بودم و دوباره الان وقتی که شروع کردم سریال یوسف پیامبر رو از اول دیدن دوباره یادم اومد که من خیلی از ایشتر خوشم میومد و حتی انقدر دوباره دیدمش بهش جذب شدم که باهاش با یه تکنیک جدید روی آلومینیوم یه اثری طراحی کردم که عکسشو روی ویدیو ادیت میکنم، میذارم اینجا، میتونم بهتون نشون بدم. خیلی خیلی زیاد ازش خوشم میاد و دلیلی که ازش خوشم میاد اینه که الان تازه من میفهمم که ادیان ابراهیمی به خاطر مرد سالار بودنشون، از اونجایی که میدونیم به زنها وحی نمیشه و زنها نمیتونن، فکر نمی کنم که بتونن پیامبر بشن، خیلی متفاوت هستن با ادیان پاگانی قبل از خودشون و ایشتار یک در واقع یک الهه پاگانیه، یعنی یک بوته در واقع که خاصیت ویرانگری و سازندگی رو با همدیگه داره. چون ما میدونیم که در ادیان ابراهیمی یا کلا به صورت کلی
مذهب هایی که بیشتر به سمت مرد سالاری میرن، زن یک ابژه هست که یا میتونه خوب باشه یا بد باشه، یا نجیب باشه یا با کوچکترین لکه‌ای کلا سیاه بشه و نانجیب بشه. این در حالیه که ایشتر یک خداییه که هم میسازه و هم ویران میکنه و این خیلی مهمه که ما برای نه فقط زنها و برای همه آدم‌ها دو وجه رو قائل باشیم و این رو باید در نظر داشته باشیم که ایشتر یک شخصیت نیست مثل من که خودم رو بسازم و اون بیرون بذارم، بلکه ایشتر یک شخصیتیه برآمده از همفکری انسان‌های دوره خودش، انسان‌های پیروش. یعنی اونها برای یک زن عاملیت جنسی و دو نیروی متضاد قائل بودن و این خیلی چیز مدرنیه و فکر نمی‌کنم انسان‌ها هنوز به این درجه رسیده باشن و حتی توی هالیوود ما هم می‌بینیم ما زن خوب داریم، زن بد داریم، زن لوند داریم، زن انتلکت روشنفکر یا آکادمیک داریم و این دو وجهی کردن زنها به نظر من یکی از ظریف‌ترین حالت‌های زن ستیزیه که ما معمولاً خیلی خیلی کم توی ادیان پاگان این رو داریم. یعنی من حتما سعی می‌کنم بیشتر درباره الهه‌های پاگانی تحقیق بکنم و این تحقیق رو با ایشتار شروع می‌کنم و آپدیتش رو حتما بهتون خواهم داد، ولی تا اینجا از سریال یوسف پیامبر متشکرم که ایشتار رو به من یادآوری کرده. و آخرین آپدیتی که میتونم بدم بسیار بسیار شخصیه، ولی دوست دارم این کارو بکنم چون احساس میکنم که خیلی ها ممکنه این دغدغه رو داشته باشن. منم مثل همه دغدغه پرسونال استایل دارم و این پرسونال استایل فقط اون چیزی نیست که میپوشم، بلکه توی هنرم هم این رو دارم و به عنوان کسی که توی فشن کار میکنه یا میخواد کار بکنه، من دو تا دغدغه دارم. یا اینکه مثل استیو جابز و مکوین و JW اندرسون یه یونیفرمی برای خودم انتخاب بکنم که بسیار ساده است و به جای اینکه تمرکزم رو بذارم روی لباسم، تمرکزم رو بذارم روی کاری که میخوام انجام بدم، چون طراحای لباس زیادی اومدن و این کار کردن و موفقیتشون از این جهت در واقع تضمین شده. اما از طرف دیگه این که شما ممکنه کسی باشید مثل کیم کارداشیان یا مثل اولسن توینز یا مثل ریک اوونز یا میشل لامی که اینا آدم‌هایی هستن که خودشون رپرزنت کننده، نماینده مسئولات خودشونن و وقتی که شما این آدم رو میبینی و بعد اثر رو بین هزاران اثر دیگه میبینی، میتونی این دوتا رو به هم دیگه مرتبط بدونی. یعنی حتی اگر شما متخصص در فشن نباشی، بین اون آدم و اون چیزی که داره خلق میکنه انسجام وجود داره و این انسجامه میتونه خیلی جالب باشه به خاطر اینکه زندگی شما فرمیک شده و هم شما خودت رو به اون فرم در میاری و هم اینکه از اون فرم اثر هنری یا اثر فشنی خلق میکنی و بین خودت به عنوان یک فردی که دیده میشه و اثرت به عنوان اثری که دیده میشه بینتون یک ارتباط و انسجامی وجود داره و این به نظر من خیلی میتونه جالب باشه و من بین این دوتا کاملا مونده بودم. چند وقت پیش روی پینترستم اولسن توینز رو دیدم. برندی که دارن در رو خیلی زیاد میاد توی یوتیوب من و من داستان برند رو وقتی میخونم خیلی برام جالبه و این دو نفر معنای واقعی لاکچری رو توی برند خودشون تداعی میکنن. حتی واسه یکی از فشن شوهاشون اجازه ندادن که آدم‌ها با خودشون گوشی ببرن داخل که بتونن از رانوی فیلم و عکس بگیرن و خیلی مکالمه‌های خیلی زیادی حول محور این شکل گرفت و حتی یه سریا معادل انگلیسیش گفتن که اینا همش اداست و اداییه و یه سریا گفتن که این معنای واقعی لاکچریه به خاطر اینکه ما خیلی زیادی درگیر عکس گرفتن شدیم و از تجربیاتمون توی لحظه لذت نمیبریم. خیلی زیاد من جذب استایلشون شدم و استایل خودم رو خیلی بهشون نزدیک میبینم. اتفاقی که توی استایل اینا میفته اینه که آیتم های لوکس و گرونی توی استایلشون وجود داره. من حاضرم برای چیزهای گرون و لوکس هزینه بکنم و سرمایه گذاری بکنم، هیچ مشکلی ندارم. فکر میکنم که 100% لایقشم، مثلا لایق یه بیرکین بگم، ولی اگر اونو داشته باشم به شلخته ترین حالت ممکن شاید ازش استفاده بکنم. یا اینکه من کلا کسی ام که شما منو زیاد میبینید که لباسهای تکراری بپوشم، در حالی که این برای کسی که توی فشن کار میکنه یک تابوه. من هر روز که میرم دانشگاه، شاید اگه 5 روز در هفته برم دانشگاه، 3 روزشو دارم لباس تکراری میپوشم. دارم شاید شما توی ویدیوی بعدی هم منو با همین لباس ببینید. بنابراین وقتی که من یه چیزی رو دوست داشته باشم، اونو اوور میکنم، بیش از اندازه استفادهش میکنم و حتی ممکنه تا جایی پیش برم که اون چیز رو بذل کنم، یعنی انقدر استفادهش بکنم که از ارزش واقعیش کم بشه، مثل برکین بگ هایی که اولسن توینز استفاده میکنن و حتی خود جین برکین ازشون
در واقع به اون صورت استفاده میکرد. من همین الانم وقتی که میرم خرید میکنم یه کیف لاکوستی دارم که خیلی هم گرون نیست، فکر میکنم 70-80 یوروه، که من این کیف رو به خاطر کیفیتش و به خاطر خشک بودنش خریدم و یه روز ممکنه کتابای دانشگاهم توش باشه، یه روز ممکنه شیرینی که برای خودم خریدم توش باشه، یه روز ممکنه برم خرید و چون اینجا بابت پلاستیک از ما پول میگیرن همه مواد غذایی رو بریزم توی کیف لاکوستم و هیچ مشکلی با این قضیه ندارم و مطمئنم اگر بیرکین هم داشتم ممکن بود یهو از توش فلفل دلمه یا آووکادو پیدا بکنیم. بنابراین یکی از چیزایی که من دوست دارم راجع به اینها اینه که با چیزهای لاکچری که به خاطر کیفیتشون در واقع باید لاکچری باشن، یکی از المان‌هاش اینه که به خاطر کیفیتشون لاکچری باشن، در واقع به صورت لاکچری استفاده میکنن. یعنی اینطوریه که برام مهم نیست که این خراب شه چون 2 تا دیگه ازش توی خونه دارم کنم. و چیز دیگه که راجع به استایلشون دوست دارم اینه که شلختن و تکراری لباس میپوشن و رنگ‌های خنثی میپوشن، ریسک نمیکنن و همیشه توی لباساشون راحتن. و من خیلی برام مهمه که توی لباسام راحت باشم و همیشه 2 تا کیف دارن، کیفاشون همیشه بزرگه، همیشه دارن از کیفا به عنوان وسیله‌ای که باید باش وسیله‌های دیگر رو حمل کنی استفاده میکنن. و این خیلی برای من منطقیه. من همیشه یه عالمه چیز دارم، یا کیف ندارم یا یه کیف بزرگ دارم که توش پر از وسیله است. و موهای مسی، موهای شلخته خیلی راجبشون برای من جالبه. میکاپشون خیلی برای من جالبه و حتی از مدل حرف زدنشون خیلی آرامش دارن وقتی حرف میزنن، خیلی مطمئن هستن. و حتی از کارهایی که واسه برندشون میکنن اینه که برند من اکسکلوسیوه و من بابت این شرمنده نیستم. برند من قیمتش، کیفیتش برای یه قشر خاصیه و من برای این شرمنده نیستم. و فکر میکنم که ما دیگه کم کم باید بپذیریم که یک سری چیزها یا یک حد کیفی به بعد توی چیزها برای یک قشر خاصی از جامعه است که نه فقط پول دارن بلکه خودشون رو لایق اون کیفیت میدونن. چون شما میتونی پولدار باشی و نخوای که به اون حد از کیفیت برسی. امیدوارم که نمیدونم، دارم امتحان میکنم ببینم که آیا بقیه دوست دارن که این ویدیوها رو ببینن یا نه، ولی در نهایت من این ویدیوها رو میخوام که برای خودم بسازم چون فکر میکنم که من لایق اینم که خودم رو ثبت بکنم و اگر بقیه دوست داشته باشن میتونن نگاه بکنن. چون اول ویدیو گفتم دلم میخواد یکی از اون آدمهای روانی و سایکوپت و خودشیفته و مریضی باشم که فکر میکنن خودشون نقش اول یه فیلمن و دوست دارن خودشون ثبت بکنن و میدونم ریشه این از چه اختلالاتی میاد. نگران نباشید.